ستاره هاشمی با آریانا سعید به طور رسمی رقابت دارد و اعلان جنگ ستاره هاشمی با آریانا سعید که اصلا باورتان نمی شود. آریانا سعید چی جوابی برای ستاره هاشمی داده است؟ ستاره در کدام کشور زندگی می کند و چرا رقابت هنری با آریانا سعید ملکه دلهای افغانستان دارد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. ستاره هاشمی یکی از هنرمندانه که تازه به کارهای هنریش آغاز کرده است. ستاره هاشمی تابعیت کشور کانادا را دارد و افغانی است که در سن نوجوانی به کانادا رفته است. ستاره کارهای هنری بیشمار در این مدت کوتاهی که به هنر موسیقی آغاز کرده است انجام داده است. ستاره با سرودن آهنگ‌های دوگانه با مهراج وفا یکی از هنرمندان محلی خوان کشور به اوج شهرت هنری رسیده است. آهنگ‌های ستاره هاشمی در صفحات مجازی بالخصوص یوتیوب بازدید بیش از 300,000 بار رازان خود دارد. ستاره هاشمی همیشه در رقابت هنری با آریانا سعید یکی از هنرمندان پیشکسوت مشهور و محبوب افغانستان بوده است. آریانا تاکنون هیچ جوابی برای ستاره هاشمی نداده است. این را همه می‌داند. آریانا سعید سطح هنرش خیلی بالا بوده است و هیچ هنرمند نمی‌تواند با آریانا سعید رقابت هنری داشته باشد، ولی هر هنرمند خودش می‌داند و رقابت‌های هنریش. من آرزوی موفقیت، خوشبختی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما نازنینان و همراهان خوب کانال دنیا اینفو تمنا دارم. تا درودی دیگر، بدرود.